أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان و بینندگان کتاب درس های عربی، الحمدلله که ما و شما در مستوای اول از درس های ایلاوگی در التعبیر قرار داریم. در این تعبیر ما و شما از شناسایی، چطور شناسیدن به زبان عربی، سه موضوع گرفتیم، سه قسم، و حالا میگیریم قسمی چهارمش را. التعارف، تعارف یعنی شناس شدن. انس و نعیم، این شناسایی بین انس و بین نعیم هست. این دو کس صحبت میکنند، یعنی قهرمانی این گفتگو یکتش انس نام دارد، دویومش نعیم نام دارد. الحوار الرابع، یعنی گفتگوی چهارم. گفتگوی چهارم سه قسمش را ما گفتیم، این چهارمش می باشد. انس میگوید که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و نعیم جواب میتید که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انس پرسان میشود که من این انت، یعنی که از کجا هستی تو. وقتی که یک عربی دانقتی واخورده، پس شما به همین طریق میتونید اون را بپرسید. من این انت یعنی که از کجا هستی تو. اگر زن باشد میگوی من این انتی، اگر مرد باشد من این انت. انت شد مرد، انتی شد زن، یعنی از کجا هستی تو. نعیم جواب میتید که انا من الولایات المتحده، میگوید من از ولایت متحده هستم، یعنی که از امریکا هستم. انس میگوید من ای ولایت انت، انس میگوید که از کدام ولایت هستی، از ولایت متحده را از کدام ولایتش هستی، از کدام قطعه و از کدام مکانش هستی. نعیم جواب میتید که انا من ولایت ایندیانا، از ولایت ایندیانا هستم. ایندیانا نمیدونم کدام شهری باشد. خلاصه که در این جمعی تونیم که کس ما و شما را بگه که من این انت، در جواب ما و شما میگیم که انا من تاجیکستان، من از تاجیکستان هستم. در جواب ما و شما همین جواب را داده میتوانیم. و در دامش میگوید که و من این انت، و تو از کجا هستی. باز نعیم انس را پرسان میشود که من این انت. انسون اینجا انشون کردگی است، انشون خطا است، خلاص غلط اومده است در نوشتن. انا من الیابان، میگد من از یابانی هستم. من مدینه توکیو، از شهر توکیو هستم. توکیو یکی از شهرهای یابانیا هست. میگد که من از شهر یابانیا و از شهر توکیو هستم، از دولت یابانیا و از شهر توکیو هستم. نعیم پرسان می شود که ما لغتک یا انس، زبان تو چی است ای انس. زبان تو چی است ای انس. زبان تو به کدام زبان شما گپ میزنید. انس جواب میتید، میگد که لغتی الیابانیتو، میگد زبان من زبان یابانیگی هست. ما و شما باشه میگیم که لغتی التاجیکیه، یعنی که زبان من تاجیکی هست. باز انس پرسان میشود نعیم را که و ما لغتک، میگد لغتی تو چی هست. انس نعیم را پرسان شد. و شما هم یک کس را وقتی گپ زدید شما را بپرسد، شما گفتید که لغت من تاجیکی هست، باز شما میتونید بگید که و ما لغتک، یعنی لغتی تو چی هست. باز از او آدم پرسان شوید. نعیمون اینجا هم چنین خطا شده است، حرف میم رو ننوشته است، نعی کرده است. نعیمون برای نام معلوم است که بین نعیم بین انس صحبت رفته ایستاده است. نعیم جواب میتید، میگد که لغتی الانجلیزیتو، یعنی که میگد زبان من انگلیسی است. من میگد زبانم انگلیسی می باشد. انس باز پرسان میشود که میگوید که متى اسلمت، کی اسلام آوردی، یعنی کی مسلمان شدی. اینجا اسلمت کردگی خطا است. اسلمت صحیحش اسلمت،
یعنی که کی اسلام آوردی، کی مسلمان شدی؟ نعیم جواب میتید، میگوید که اسلمت قبل عامین، یعنی که اسلام آوردم 2 سال پیش. ببینید اسلمت یعنی که مسلمان شدم، اسلام آوردم، اسلام را قبول کردم قبل عامین 2 سال پیش، یعنی 2 سال شده بوده است که این مسلمان شده بوده است. انس میگوید که و انا مسلم منذ مولیدی، انس میگوید که من مسلمان هستم منذ از وقتی مولیدی، یعنی که از وقتی تولد شدنم، از روزی که تولد شدگی هستم مسلمان هستم. ما و شما تاجیکا الحمدلله که غالبمان 90 یا 95% زمان همین طور هستیم که از پدر و مادر مسلمان تولد شدگی هستیم. پس ما و شما را کسی که بپرسد بگد که متى اسلمت، یعنی کی مسلمان شدی، ما و شما میگیم که انا مسلمون منذ مولیدی، یعنی که من مسلمان هستم از روزی تولد شدگیم، به خاطر که از پدر و مادر مسلمان تولد شدم. من مسلمان هستم از روزی تولد شدگیم. نعیم میگوید که الحمدلله علی نعمت الاسلامی، یعنی که شکر الله برای نعمت اسلام. حمد و ثنا، الحمد یعنی که حمد، ثنا، ستایش الله تبارک و تعالی را برای چی؟ علی نعمت الاسلامی، برای نعمت اسلام که ما را مسلمان گردانید. الحمدلله باید ما و شما برای اینه که پدر و مادرمان مسلمان هست، از پدر و مادر مسلمان تولد شدیم، باید قدر این را بدانیم و کوشش کنیم که این دین را از دست ندهیم، با این دین باشیم همه وقت، زیرا اینکه عزت ما در این دین هست، احترام ما در این دین هست و شرف ما دین هست و بزرگی ما دین هست و ما خون و پوست و مالمون برای دین هست. از این حساب الحمدلله علی نعمت الاسلام، حمد و ثنا برای الله، حمد و ثنا الله را برای نعمت های اسلام که الله تبارک و تعالی ما را مسلمان گردانید. و کافرها وقتی که مسلمان میشن بعد به قدر اسلام میرسن. متاسفانه بعضی مسلمان ها به قدر اسلام تا به حال رسیدگی نیستن. انس میگوید که الحمدلله، یعنی که این هم میگوید که الحمدلله، حمد و ثنا الله را کردش مسلمان که هستن. از این حساب صحبتشون صحبت‌های دینی هست. تدریباتون یعنی که مشق‌ها، التدریب الاول اینجا در بعضی شهرها را آوردگی است، این برای ما مهم نیست. خلاصه وقتی که کسی ما را بپرسد یا که ما میتونیم بگیم که انا من تاجیکستان، یا میتونیم بگیم که انا تاجیکی، آخرش یا میمونیم تاجیکی، یعنی که من تاجیک هستم. انا من تاجیکستان کشید من از تاجیکستان هستم، انا تاجیکی شد من تاجیک هستم. خب در اینجا همچنین همون چیزی که در بالا گفتیم همون رو آوردگی است. انا من تاجیکستان میتونه شما بگید یا میتونه بگید که انا تاجیکی. در اینجا در هر شهرهای دیگر آوردگی است، از ترکیه و زامبیا و آلمانیا، یا برای ما در کار نیست. التدریب الثالث، تدریب سیوم، اینش هم برای ما در کار نیست. در برای شهرها است، پایتخت که جا است و خلاصه این را پایتخت تاجیکستان دوشنبه هست. میگیم که عاصمت تاجیکستان دوشنبه. التدریب الرابع، تدریب چهارم. ببینید در اینجا میگوید که اجب عن الاسئله التالیه، یعنی جواب بده از سوال های می آمدگی. در پایان سوال ها را میارد 3 سوال، این سوال ها را میگه جواب بده. من ای مدینه انت، یعنی از کدام شهر هستی تو. من ای از کدام، مدینه شهر، از کدام شهر هستی. انت تو، اگر زن باشه میگوی که من ای مدینه انتی، یعنی که از کدام شهر هستی تو. مرد باشد من ای مدینه انت، یعنی از کدام شهر هستی تو. دوم ما عاصمت بلادک، بلادک خطا است، چطوری که گفتیم بلدک باید باشد، بلادک یعنی شهرهایت نه، بلدک الفش زیادی است. ما عاصمت بلدک، یعنی که پایتخت دولتی تو کدام هست. ما عاصمت بلدک یعنی پایتخت دولتی تو کدام هست. پایتخت تاجیکستان چطوری گفتیم که عاصمت تاجیکستان دوشنبه، یعنی که پایتخت تاجیکستان دوشنبه می باشد. رقم 3 متى اسلمت، یعنی که کی مسلمان شدی. متى اسلمت
یعنی که کی مسلمان شدی. پس ما و شما تاجیکا میگیم که منذ انا مسلمون منذ مولیدی، یعنی که من مسلمان هستم از روز تولد شدگیم. و کسی که بعد مسلمان شده که باشد پس میگوید که من مثلا انا اسلمت قبل عامین یا که 4 سنوات یا که مثلا 10 سنوات، یعنی که بعد این چیزها را میگوید، یعنی که بعد 4 سال یا که بعد پیش از 4 سال یا که پیش از 10 سال، یعنی 10 سال میشود مسلمان شدم یا کی که مسلمان شده که باشد همون را بعد بیان میکند. ما و شما تاجیکا غالب موند که الحمدلله مسلمان تولد شده میگیم که انا مسلمون منذ مولیدی، یعنی که من مسلمان هستم از روز تولد شدگیم، از روز تولد شدگی مسلمان هستم. الحمدلله به نعمت اسلام. بارک الله فیکم برادرانم. این همش نعمت اسلام است که من وقت ما را صرف میکنم و کارم میپرتم و برای شما درس میگم. این نعمت اسلام است، این بزرگی اسلام است. اسلام برای من مرا قانع کردگی است اسلام که هر کاری خیری که میکنم من از این اجر میگیرم. از این حساب من درس میگویم، کسی گوش میکند من اجر میگیرم، کسی که گوش نمیکند ضرر به خود اون هست، به من نیست. و مرا نیتم خالص به خاطر دین هست، به خاطر شما دین رو شناختنتون هست. برای همه چی درس عربی باشد میگویم و چی درس حرفای عربی باشد و چی سوال و جواب، چی کتابا را درس میکنم، هر چیزی که میکنم به خاطر الله و به خاطر دین و به خاطر پیشرفتی یا خدمت، یک کوچکترین خدمت در دین بکنم. گفتم من این کار رو میکنم، الله سبحانه و تعالی قبولش کند. برای همین خاطر این نعمت اسلام است که من به یگان عوض فقط برای راضیگی الله برای شما درس پیشنهاد میکنم. الله از شما راضی باشد دوستانم. پس شما هم استفاده برید. من هم مسلمان هستم که به یگان عوض برای شما پیشنهاد میکنم درس ها رو و شما هم مسلمان هستید، قبول کنید از ما این درس ها رو به خاطر راضیگی الله تبارک و تعالی استفاده برید. وقتاتون بیهوده با هر چیزها در شبکه‌های یوتیوبی نگذرانید که در روز قیامت جواب میگویید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.